هرچند سال نو میلادی همگی 100 سال است که به تاجیکستان آمده است و ملت تاجیک از اون آگاهی پیدا کردن، یعنی که با آمدن اتحاد شوروی بلشویکان ملت ما از اون آگاهی پیدا کردن. اما بعضی از رسم آیین‌های سال نو میلادی همین جشن را با مردم ما در حالت خویشاوندی بگیم قرار میدهد. کدام چیزها؟ مثلا چندین نقطه‌ای هستند که فکر میکنم با ملت ما ربط نیستند و با ملت ما یک عمومیت، با فرهنگ ملی ما یک عمومیت دارند. مثلا ما همگی چند روز پیش از سال نو شب چیله رو جشن میگیریم و در اون همه سرخی ها روی دسترخوان گذاشته می شود، خانه مزین کرده می شود و سال نو نیز همین گونه. یعنی که چی در یلدا چی در سال نو همیشه از روشنی و رنگ‌های روشن استفاده می شود تا خانه مزین باشد. یعنی یک عمومیت دیگر همون ارچه است که در سال نو آرام می دهند و طبق گفته های و نوشته های دانشمندان تاریخ شناس در زمان ساسانیان قبلتر از آن نیز در دربار شاهان سرو و صنوبر نیز آرا داده می شده است با مثلا 4 مغز و دیگر همچون نشانه همیشه سبزی. و خود همین تولد عیسی مسیح نیست که در این شب روز سال نو جشن گرفته می شود، یک عمومیت با شب یلدا دارد. یعنی عیسی مسیح همچون نجات بخش به دنیا می آید، همچون روشنی. و ببینید که شب یلدای تاجیکی نیست شب تولد خورشید است. یعنی خورشید مبدأ نور، مبدأ روشنی، یعنی که اون قوه‌ای که همیشه در حالت مبارزه با تاریکی قرار دارد و در همین شب یلدا یعنی غالب می آید به تاریکی. سال نو وقتی که در دایره فرهنگ ملی جشن گرفته می شود و با اخلاق و ادب و مثلا دیگر فرهنگ ملی ما هیچ یک ضرری نمی آورد، قابل قبول است که مردم رو جشن بگیرند و از اون خرسندی کنند. و جشن ها نیز برای همین آفریده شدند که مردم در 12 ماه یک سال کمی از مشکلات خیش فراموش کنند، جشن بگیرند، خرسندی کنند و اونگونه که گفتیم هر چیزی که برای خوشحالی مردم است قابل قبول نیست هست. و در سال نو میلادی برای ملت تاجیک، برای مردم سربلند تاجیک همین آرزو میکنیم که بگذار بختشان، روزگارشان همچون برف دیما، همچون برف زمستان سفید باشد و عمرشان همچون ارچه سال نوی یعنی که جاودان و بردوام باشد.